سیاسی آزاد باید کردن. زندانی 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 سیاسی آزاد باید کردن. نه بر این دولت مردم بری، نه بر این دولت مردم بری، نه بر این دولت دانشجو حمایتت میکنیم. دانشجو حمایتت میکنیم. امروز برای چی اینجا تجمع کردید و اینجا کجاست؟ ما الان کلن هستیم، جلوی دومهاف بنا هستیم که برای در حمایت از کسایی که توی ایران الان در حال حاضر تظاهرات میکنن اومدیم اینجا و ما هم صدای خودمون رو به اونا برسونیم که بگیم که ما هم با شما یک صدا هستیم و در اعتراضی که شما هستیم ما هم شریک هستیم. میتونم بپرسم امروز برای چی اینجا در شهر کلن تجمع کردید؟ اومدیم در اینجا که از مردم ایران در ایران حمایت بکنیم و انزجار خودمون رو نسبت به دولت جمهوری اسلامی ابراز کنیم. جمع شدیم که حمایت خودمون رو به جنبش آزادیخواه ایران اعلام کنیم و بگیم که ما زبون آزاد اونا در خارج از کشوریم. اون چیزی که اونا نمیتونن بگن ما به صراحت میگیم. فکر میکنین مردم چی میخوان بگن؟ خواست مردم تو ایران که الان به صورت میلیونی تو خیابون‌ها اومدن چیه؟ مردم ایران نمیخوان دوباره زیر پار جمهوری اسلامی برن و موسوی تنها بهانه‌ایه که میتونن این خودشون رو کانالیزه کنن و به دنیا نشون بدن که آره ما دیگه خسته شدیم، ما نمیخوایم که جمهوری اسلامی بر ما حاکم باشه. مردم ایران آزادی برابری زن و مرد رو میخوان، آزادی اجتماعی میخوان. اگر میخواید میتونید ابراز احساسات یا فراخوانی به همسن سالای خودتون که الان که شهرهای مختلف ایران در زر بدید. دوستان عزیز، ما در زبان آزاد شما خواهیم بود. اون چیزی که شما تو ایران نمیتونین بگین ما اینجا فریاد میزنیم. ما میگیم اما خسته نباشید، ادامه بدید. نه موسوی سرتون کلاه بذاره یا رژیم سرتون کلاه بذاره. بجنگید تا آزادیتون رو به دست نیاوردین، هم از جنگ و مبارزه دریغ نکنید. به مردم تو ایران الان چیه؟ فراخوان من به مردم در ایران این هست که بار دیگر تحت تاثیر دروغ‌های فریبانه دولت جمهوری اسلامی قرار نگیرند و برپا خیزند و شعار مرگ بر دولت جمهوری اسلامی رو سر بدن و آزادی و استقلال رو خواهان بشن. من اینو مطمئن هستم که یه روز جمهوری اسلامی میره نیستش. مردم اینو میخوان، واسه همین میلیون ها هزار نفر اومدن اونجا دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن. شما الان به همسن سالای خودتون که تو ایران زیر باتوم و شلیک تیر و فشار و خفقان تو خیابون‌ها ریختن و فریاد میزنن، فراخوانتون به این افراد چیه؟ میگم که اون دنیای بهتری رو که شما میخواید ما هم میخوایم. اون چیزی رو که شما آرزوتونه ما خیلی وقت آرزومونه. میخوام که بگم ما هم با شما یک صدا هستیم. میخوام بگم که ما هم با شما میایم، با تا آخرش هم پاش هستیم. میدونم خونا میدین، خونا میریزه، خون ریزی‌ها شده، کشته‌ها دادیم، کشته‌ها میدیم، ولی اینو بدونیم آخر مرگ جمهوری اسلامی رسیده. باشید که ما هم هستیم. خیلی ممنون. وقتی صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد، تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوون، تو میتونی یه شعر تازه تر بگی، از درد و رنج آدم ها، از شهر پرخطر بگی، از شور و شوق باغ ها، از شغله های پرشرر، از دیده های کر بگی. رو کن ها کن، شورش کن، غوغا کن ها کن، رو کن، دنیا رو زیر و رو کن، رو کن ها کن، قیامتی به پا کن ها کن، رو کن، دنیا رو زیر و رو کن. میتونی کلید باشی، قفل درا رو با کنی،
دستای پین بسته رو از زنجیرها جدا کنی. تو میتونی دیو شب و رسوا کنی، رسوا کنی. هو کن ها کن، شورش کن، غوغا کن، ها کن، هو کن. دنیا رو زیر و رو کن، هو کن ها کن. قیامتی به پا کن، ها کن، هو کن. دنیا رو زیر و رو کن. شرر شد، موج شد، خزر شد، فریاد خشم مردم جنبش پرثمر شد. سر شد، سمن شد، مشعل شب شکن شد. یاد شد رو کن، زمین زیر رو کن. رو کن ها کن، شورش کن، غوغا کن، ها کن، رو کن. دنیا رو زیر رو کن، رو کن ها کن. قیامتی به پا کن، ها کن، رو کن. دنیا رو زیر و رو کن. رود شو، روان شو، پناه بی کسان شو. گندم کشتاران چاره درد من شد. راه شو، رها شو، خورش توفان شو. چشم و چراغ مردم از نو دوباره پا شد. رو کن ها کن، شورش کن، غوغا کن، ها کن، رو کن. دنیا رو زیر و رو کن، رو کن ها کن. قیامتی به پا کن، ها کن، رو کن. دنیا رو زیر و رو کن. اگه بخوای قیامتی بپا کنی، کبوترای خسته رو از قفسا رها کنی. تو میتونی برکه ها رو دریا کنی، دریا کنی. رو کن ها کن، شورش کن، غوغا کن، ها کن، رو کن. دنیا رو زیر و رو کن، رو کن ها کن. قیامتی به پا کن، ها کن، رو کن. دنیا رو زیر و رو کن. آهای جوون، تو میتونی یه شعر تازه تر بگی از درد و رنج آدم ها، از شهر پرخطر بگی. از شور و شوق باغ ها، از شغله های پرشرف، از دیده های تر بگی. رو کن ها کن، شورش کن، غوغا کن، ها کن، رو